خب بریم سراغ طرح بعدی که طرح خیلی مینیمالی رو در نظر گرفتم، ولی یه نکته خیلی مهم داره. اونم درباره پترن هاییه که شما با طرحی درستش میکنین که اون طرح سابجکت هایی داره که از کادر شما بیرون زدن. برای مثال مثلا یه دایره کشیدین که نصفش از صفحه بیرونه. میخوایم ببینیم که توی مواجهمون با اینطور طرح‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم. خب نکته اول، طبق معمول میام گاید رو روشن میکنم و میام روی حالت سیمتری، اما اینجا روی این گزینه قرارش میدم. دان رو میزنم. خب حالا میخوام با یه سری رنگا کارمو پیش ببرم. برای مثال بهتون گفتم که سابجکت هایی رو میخوایم در نظر بگیریم که بخشیشون از صفحه خارج هستن. به این شکل. یا مثلا یه همچین چیزی. خب از این به بعد من دراینگ گایدم رو خاموش میکنم و از حالت اسیست در میارم لایه‌مو، یعنی نمیخوام اون قرینگی اعمال بشه. میخوام یه سری پترن های شلخته رو این وسط، یعنی یه سری سابجکت های شلخته رو این وسط اضافه بکنم. فقط برای اطراف کارم استفاده کردم از اون حالت قرینه. یه نکته رو توی این بخش بهتون بگم. من سعی میکنم تا حد ممکن اطراف رو پر بکنم، اما وقتی حالت قرینه رو ندارم از کادر بیرون نمیزنم. این مال وقتی بود که من حالت قرینم فعال بود. الان فقط میخوام اطراف پر بشن، برای همین از این نوع طرح‌ها استفاده میکنم. میبینین این خیلی متفاوت با اینه که شما بخواین از کادر بیرون بزنید. من به هیچ وجه از کادرم بیرون نمیزنم، کادر رو نگه میدارم، ولی داخل با این حرکت پر میشه. دوباره اینجام به همین شکل.
جاهایی که شکل به دادم نمیرسه، یعنی انقدر این فضای اون گوشه کمه که نمیتونم با شکل پر بکنم، با خط این کارو میکنم. خب این شد طرح نهایی من الان یه طرح مینیمال دارم که میخوام روش کار بکنم و تبدیلش بکنم به پترن. خب از این طرح 4 عدد دوپلیکیت میگیرم، میرم طبق معمول گایدم رو روشن میکنم، همونطور که میبینین روی تقسیم چارتایی هم هست. اینو میارم این سمت، این سمت، این سمت و این سمت. اوکی، حالا اینا رو با هم یکی میکنم، 4 تا دوپلیکیت میگیرم. دیگه الان باید یاد گرفته باشین، اگر ویدیوهای پلیلیست رو به ترتیب دیده باشین الان دیگه بلدین و دقیقاً میدونین که من دارم چی کار میکنم. من اینو بردارم. به همین راحتی پترن مینیمال تکرار شونده رنگارنگ من شکل گرفت.